السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، این حال ما در جو مکانی هستیم که پگودش رنگ پگودای تاجیکستان ماشاءالله. بسیار برادران زنگ میزنن از شهر یکترینبورگ برای حجامه، برای داروهای طبیعی. از همتون خواهش رقم هایی که در روی اکران میبینین میتونه که انشالله که زنگ بزنین و سراغشون سراغ بکنین و با وجه و مکان انشالله برای حجامه و برای داروها و برای مساج و کمونی مساج ممال دیگه و دیگه و دیگهش انشالله که میتونه که زنگ زنی کنین. ماشاءالله باد هوا میگو تاجیکستان باشه. از همتون خواهش دوستان عزیز انشالله که دستگیری کنین این ویدیو رو با دیگران برسانین. شاید برادرای هستن که محتاج به دارو هستن در شهر یکترینبورگ یا اینکه برای حجامه، و از همتون خواهش زنگ بزنین انشالله برین حجامه کنین و داروهایی که در کارتون هستن میتونین از اونجا خریداری کنین و پرسان کنین، اینفورماسیون پالنسی بگیرین. با دعا باشین، از دعای صالحتون ما رو فراموش نکنین. حجامه یکی از سنت‌های پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم. خیر ما تداویتم به الحجامه، بهترین چیزی که شفا از درون این حجامه است. خداوند هر یک از ما و شما را نگهبان باشه. در امان الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. Мы летим в Москву, братья, иншаллах, скоро времени, иншаллах, будем в Москве. В данный момент мы находимся в Краснодаре, в аэропорту, летим обратно в Москву. شهر مسکو انشالله که این حال پرواز داریم. از همتون خواهش با دیگران برسانین این ویدیو را از شهر یکترینبورگ برادرایی که هستن، یعنی برای حجامه میخوان حجامه کنی و نمیدونن در کجا حجامه بگیرن، انشاءالله که برادری ما هست در شهر یکترینبورگ حجامه گیره. در امان الله. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دوستان و برادران عزیز، خوش به حالتان کسانی که در خانه های زمینی زندگی میکنین. ماشاءالله تاجیکستان چقدر باد هوای خوب داره. الحمدلله قشلاق عموما کم از زندگی و بندگی باد هوای فورم. الله المستعان. یکی از بهترین نعمت های روی زمین همه که باد هوای خوب داشته باشه. خوش به حالتان جوانان عزیز. ماشاءالله چقدر زیبا. ترانسفورماتر که پستایان مشکلی دارن مردم، چیزی میزنن که بعد این بیچاره ای کار میمونه. خیلی پیلتای میزنن که بیچاره را زور میآید. الله همه بیمارا را شفای کامل و عاجل عطا فرماید، از تمام بدی ها و بالاها و آفت های زمینی و آسمانی. خداوند کسب کاری هر یک ما و شما برکت عطا فرماید. انشاءالله که در امان الله باشین. قشلاق کاربارش دخچه ماشاءالله. با دعا باشین دوستان عزیز. في امان الله. السلام علیکم.